السلام علیکم. دو مرد یک زمان دوست بودند. دو قالب در تگ یک پوست بودند. روایت است که زمان دو دوست با هم به نهایت نزدیک زندگی میکردند، حیات به سر میبردند. یکی از آنها فرزندهای داشت و از دیگر فرزند به دنیا نمی آمد. بار واقعیت چنین شد که فرزندان این دوست یکم به نزد پدرشان آمدند و گفتند: پدر جان، چی می شود که ما به ملک‌های آباد رویم و تو را نیز همراه هم بریم؟ پدر رازیگی را داد. فرزندان پدرشان را گرفتند و به ملک‌های آباد بردند. زمانی بود که به نزد دسترخوان به نزد این پدر فرزندان طعامی را آوردند که پدر هنگام نظر کردن به طعام روحش خسته شد و یک ناراحتی در او پیدا شد. یک آه کشید و فرزندان در حال پرسیدند: پدر جان، چی شد مگر؟ برای تو این طعام خوش نیست؟ پدر در جواب گفت: پسر جانم، این طعام را ما در دهات همراه دوستمان به نهایت دوست می داشتیم و هر گاهی که ما این طعام را دریافت می کردیم ما یک جا را تناول می کردیم. و فرزندان در حال به پدر گفتند: پدر جان، مگر نمی خواهی که به دهات به دیدار دوستت روی، دیدار بینی دوستت را کنی؟ پدر گفت: چرا نه؟ کی را نمی خواهد که دیدار دوستش را ببیند؟ و فرزندان یک شرایطی آماده کردند به پدر، مبلغ مهیا کردند. پدر راهسپار شد به جانب دهات برای دیدار بینی با دوستش و هنگامی که به خانه دوستش آمد، در دوستش را کوبید. در دهات یک جوان پسر در این پدر را کشاد، در این دوست را کشاد و این پدر به جوان پسر گفت: وای جوان پسر، در این خانه دوستی من زندگی میکرد، مدتی هست من او را ندیدم. و جوان پسر میگوید: دوستت من در آن خانه نشسته است. و هنگامی که این دوست، این پدر نزدیک می شود بر آن خانه، دوستش او را می بیند. در حال از خوشحالی برخسته یکدیگر را آغوش می گیرند، از دیدار یکدیگر به نهایت شاد می شوند. و این دوست یکم، این پدر، از دوست دهاتیش سوال می کند که دوستی عزیز، برادری عزیز، جوان پسری در مرا کشاد، این جوان کیست؟ این دوستش در جواب می گوید که این پسرم است. دوستش در جواب پدر می گوید: تو خوب پسر نداشتی؟ می گوید: این یک داستان دور و دراز است. صاحب پسر شدن من بعد از آنی که تو از این دهات رفتی، هر مهمانی که در این دهات می آمد، هر شخصی که می آمد، من از او خواهش می کردم که دعا کند در حق من تا که خداوند مرا نیز مثل تو صاحب فرزند کند. بار می گوید یک عالم، یک دانشمند آمد، من از او خواهش کردم که دعا کند در حق من تا که من صاحب پسر شوم و این دانشمند برای من توصیه داد که یک مقدار وقت. و این دوستش میگوید که در این دهات یک عالم آمد که من از او خواهش کردم در حق من دعا کند و اون عالم برای من توصیه داد که یک مدت از این دهات از بین مردم بیرون رود، به جای تنهایی به صحرا رود، به زیر درخت، در آنجا 40 روز طاعت و عبادت کند، دست بر دعا بردارد و خداوند او را صاحب فرزند میگرداند. و این دوست میگوید: من نیز این کار را کردم. 40 روز با خود آب گرفتم، آب می نوشیدم و طهارت میکردم و خداوند دست می برداشتم تا که مرا صاحب این نعمت گرداند. و همین پسر نتیجه همون دعاهای من است، میگوید. و بعد مدت این پدری که از شهر به دیدار بینی دوستش به دهات آمده بود میگوید: دوستی عزیز، من تو را دیدم، زنده و ساق سلامت هستی، خدا تو را نگهبان باشد، نگهبانت باد. و آنها خداحافظی میکنند و هنگام خداحافظی کردن، وقتی که این دوستی دهاتی میخواهد که گسیل کند دوست شهریش را، در نزد در وقتی که می آید، این جوان پسر میگوید: پدر جان، تو رفته استراحت کن، من دوستت را گسیل میکنم. و هنگام گسیل کردن در نزد دروازه، این جوان پسر با این پدر میگوید: من شنیدم از پشت دیوار که پدرم نقل کرد آن قصه را، ولی من نفهمیدم که همون درخت در کجاست. آیا شما می توانید برای من بگویید؟ در جواب این پدر میگوید که تو چیکار داری با درخت در کجاست؟ خداوند تو را پدر داده است، تو ثمره دعاهای پدرت هستی، خدمتش را کن، تو جوان هستی. این جوان در جواب میگوید که من میخواهم نزد همون درخت روم، من نیز مثل پدرم دعا کنم تا که خداوند این پدر را از من بگیرد.
برای همین برادران عزیز، در هر یک کار حکمتی هست. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که من از زنان شما برای شما فرزندها نصیب میکنم. برای برخیتان پسر و دختر، برای برخیتان تنها پسر، برای برخی از شما تنها دختر و برای بعضی هایتان عموما فرزند نصیب نمیکنم. پس خداوند خودش داناست هر آنچه که به ضرر ماست و هر آن چیزی که به فایده ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.